خیبر و استقلال در ورزشگاه تختی خرم‌آباد. اولین فرصت رو خیبری ها میرفتن که به وجود بیارن. پشت محوطه جریمه قزل اونجا هست. اینم ارسالی که فرستاد قنبری در اختیار 11 مردی هستن که با نظر ساپینتو در ترکیب امروز استقلال به میدان رفتن. فرصت برای تیم استقلال، ضربه‌ای که زده شد توسط قلیزاده و واکنش عالی است که با نظر سید مهدی رحمتی در ترکیب خیبر به میدان رفتن. بازم فرصت برای استقلال، قلیزاده روی پای چپ، فرصت، یه برخورد و پنالتی گرفته و باید تایید بشه. خیبری‌ها اعتقاد دارن که پنالتی نیست، اما ببینیم نظر در واقع چه خواهد بود. اینجا برخورد رو ببینیم و حالا میاد تا نظر قطعی خودش رو بخواد اعلام بکنه. احمد محمدی دل تو دل هواداران دوتا تیم نیست، تایید یا رد. بله تایید میکنه، عرض کردم نظر داور تایید میکنه که داور حالا اجازه رو میده. آسانی رو پای چپش دروازه رو باز میکنه. گل برای استقلال به ثمر میرسه. دقیقه 8 مسابقه 1-0 بازی به سود استقلاله. پنالتی که به دست اومد به این شکل دروازه باز شد و حالا واکنش خیبری ها میتونه بازی رو جذابتر هم بکنه. دیناروند رو این صحنه مغلوب شد مقابل یاسر آسانی. حالا ببینیم که سومین تقابل این استقلالی ها هستن که یک بحث پیش هستن. ارسال مهداد قنبری روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر. مشت هواداری به اون شکل نداشته باشن. سمت راست موقعیت، موسوی ارسال روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر. اعلام آفساید هم میشه اما توپ قزل خیلی راحت از دست داد. با روزبه چشمی از اشتباه او صادق موسوی، فرصت برای تیم خیبر، از راه رسید خودش پوشش داد روزبه چشمی. موسوی نتونست از این فرصت استفاده بکنه. آدان توپ رو در اختیار میگیره. مهداد قنبری ارسال خوب نبود. اسماعیل بابایی به توپ رسید داخل محوطه جریمه هم میان. یه برخورد، خطا، پنالتی این بار برای خیبره. حتما الان دارید صحنه بازبینی میشه، ببینیم اینجا حرکت پای بازیکن استقلال. شاید اینجا بهتر بتونه ببینیم مهداد قنبری یا آنتونیو آدان. قنبری پشت ضربه پنالتی و توی دروازه. گل برای خیبر به ثمر رسید و دروازه باز میشه از روی نقطه پنالتی که او هم مثل یاسر آسانی با پای چپ زد و هر دو بازیکن هم وسط زدن. ببینیم به این شکل ضربه زده شد و دروازه باز میشه. حساب کار 1-1 میشه. کار میکنن بازیکن خیبر سمت چپ. شجاعی فرصت شوت زنی یا ارسال داخل محوطه جریمه. حالا موقعیت برای مهداد قنبری و هواداران خیبر در 2 فصلی که در لیگ برتر این تیم بوده. بازم ارسال، فرصت برای خیبر. عارف قزل چرا نیامد بیرون؟ آدان یه تو سر تو، موقعیت و دروازه باز میشه اما اعلام آفساید شده. قطعا این هم میتونه وی‌آر نظر بده که آفساید بود یا خیر، اما حرکت قزل خوب بود و باید هم تا آخر حرکت میکرد چون شاید در وی‌آر میتونست رد بشه. همچنان هم صحنه چک خواهد شد. قطعا صحنه چک خواهد شد و ما هم میتونیم روی صحنه ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اینجا کجاست بازیکن خیبر؟ یه خورده جلوتره به نظرم روی این صحنه. حالا از این زاویه که اینجور به نظر می اومد، از زاویه دیگه هم اگر باشه ببینیم که علیرضا کوشکی پا به توپ، حرکت خوب کوشکی، یه ارسال، موقعیت برای تیم استقلال و روی این ارسال خوبی که کوشکی انجام داد خوبم ضربه سر کرنر زده میشه. موقعیت برای خیبر و گل زده میشه. ضربه سر عارف قزل. همینو داشتم میگفتم که این فرصت رو داره که برنده به رختکن بره و حالا 2-1 پیش میفته. عقب افتادن اما حالا 2-1 با این ضربه سر فوق‌العاده عارف قزل پیش میافتن. بازم استقلالی ها معترضن. چیزی هم نشد دیگه. میاد برای وی‌آر و صحنه رو حالا باید خودش نظر قطعی رو بده. ببینیم این بار هم نظر خودش رو تایید میکنه یا
نظر تیم کمک داوران ویدئویی رو تایید میکنه. ببینیم اینجا روی این صحنه که چیز خاصی ندیدیم. هر دو بازیکن رفتن برای توپ، یه برخورد به وجود اومد، اما این برخورده عمدی بوده، سهوی بوده، تاثیرگذار بوده، نبوده، اونا رو دیگه خود داور داره تجزیه و تحلیل میکنه و خودش هم تصمیم میگیره، میاد کنار زمین. تصمیم چیه؟ خب خطا رو اعلام میکنه، خطا رو داور اعلام میکنه. بازم باید همه به نظر داور احترام بذارن. مسابقه بوسبی دورخیز او پرتاب انجام میشه به تیر 1. موقعیت برای تیم خیبر و توپ از بالای دروازه با اختلاف به بیرون رفت. رد میشه داخل محوطه جریمه. موقعیت همچنان برای تیم خیبر و ضربه صادق بوسبی از کنار دروازه به بیرون رفت. ارسال به دهانه دروازه، یه لحظه برگشت توپ و بازم خیبری ها داخل محوطه هم میان، سمت چپ موقعیت دارن. خطا یا برخوردی که به وجود اومد. ما ببینیم اینجا این برخورد که پنالتی نمیتونست باشه. به ضربه سر قزل، سفیر چوغایی، یه پاس خوب، موقعیت برای تیم خیبر داخل محوطه جریمه. ضربه‌ای که زده شد و از کنار دروازه با فاصله به بیرون رفت. شوت هم بزنه، یه ارسال به دهانه دروازه. حدادی پشت توپ، ارسال روی دروازه. این موقعیت و مشت آدان توپ رو بهش میرسه. طباطبایی پا به توپ داخل محوطه جریمه روی پای راستش. یه موقعیت ببینیم با هم اینجا حرکت در عرض طباطبایی سمت راست. یاسر آسانی، رامین رضاییان، پاسش خوب بود. رضاییان خودش باز توپ رو گرفته، میتونه ارسال هم بکنه. این کار رو حالا انجام میده و ضربه نازون با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. توپش راهی به چارچوب نداشت. ببینیم با هم به این شکل ارسال انجام شد. خوبم زد ضربه‌اش رو، اما اشتباهی. فرصت برای تیم استقلال. واکنش عالی از دیناروند. ای کاش ببین امیر قلعه‌نویی. یاسر آسانی زد کرنر برای استقلال. یه بار دیگه ببینیم اینجا شوتی که زده شد. واکنش دیناروند توپ رو راهی کرنر میکنه. کرنر از سمت راست دروازه خیبر باید زده بشه.